برای ماه به ماه شما، هر ماه تولدی داری و هر نیتی داری نیت کن. میخوام برات نیتت رو بگم که چه خواهد شد، تعبیر و تفسیرش کنم. خب نیت کنید بچه های فروردین ماه، اردیبهشت ماه، خرداد ماه، بچه های بهار نیت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان بهاری من، فروردین، اردیبهشت، خرداد عزیز، بهاری های عزیزم، از نظر کاری و برکت و رزق و روزی شما برکت و رزق و روزی در وعده 2 به پیشواز شما میاد. وعده 2 وعده‌ای هستش که شما پر از عشق و شور و رزق و روزی خواهید شد. خداوند درهای رزق و برکتش رو برای شما باز میکنه. جشن و پایکوبی داری. حرفت بین دوربری ها خیلی زده میشه. حواست باشه دچار کرس و دعا و انرژی های منفی نشه. هر از گاهی پاکسازی کنی یا چک کنی. عشقت اگه رفته تو وعده 3 دارم میبینم که بر میگرده به سمتت و ازت عذرخواهی میکنه و بسیار پشیمون هستش. خیلی از دوروبری های شما دارن گوش میکشن که شما داری چیکار میکنی چیکار نمیکنی. یه مقداری سعی کن دور از افراد زندگی کنی. فرد جدیدی وارد زندگی شما میشه که یک مقداری شما رو اذیت میکنه. این فرد میتونه مسئله احساسی با شما داشته باشه یا کاری داشته باشه. اگه از نظر کاری مالی میخوای معامله انجام بدی، الان به شما میگه که این فرد خیلی حرف میزنه، خیلی صحبت میکنه و شما رو گول میزنه. حواست به این افراد باشه و اگه میخوای معامله کنی از افرادی که صورت کشیده و استخوانی دارن برحذر باش. یک پولی به دست شما میرسه روی ضریب 22، یعنی 22 میلیون، 22 میلیارد، 22 هزار تومان و قرار هست شما یک جابجایی داشته باشی که این جابجایی برای شما خیر و برکت داره. خب برای دوستان اینا رو میذارم کنار. برای دوستان تابستونی های عزیزم، تیر، مرداد، شهریور عزیزم، نیت کن ببینم برات چی میاد. دوستان عزیز دلم ببینیم براتون چی میاد. خب دوستان تابستانی من، تابستونی های عزیزم، هر چی که تا الان کاشتی برداشت میکنی. اگه یه مدت دچار نوسان شدی، دچار مشکل شدی، چه میدونم اون چیه کاریت، چی میگن، اون محصولت، اون ثمره کارت رو یه مدتی هستش که به دست نیاوردی یا اونی میبایست باشه نبوده، مطمئن باش تا 3 الی 10 وعده آینده خداوند حالا جایگزینش رو یا به تو میده یا به هر حال ثمره اون کارت رو به دست میاری از طریق دیگری. فرد احساسی چند سبایی از تو دور میشه، دل سردی برات دارم میبینم، فاصله ما بینتون دارم میبینم، ولی برای عده‌تون ازدواج نامزدی هم دیده میشه. فرد احساسی یه تایمی ازت دور میشه، سرد میشه، ولی مجددا میاد و رابطهش رو با تو جدی‌تر میکنه. نامزدی و ازدواج برات میبینم و چیزی که برای شما میبینم اگه قرار هست مسافرت بری، جا به جا بشی، جایی بری، یه 3 وعده صبر کن، نظر کن و صدقه بده و صبور باش و سعی کن یه مقداری روی خودت کار کنی، انرژی هات رو یه مقداری یعنی شادتر باشی تا انشالله همه چیز به خوبی و خوشی جلو بره. یه شمع حتما برای خودت روشن کن که از این بلا تکلیفی در بیایی و مسیر برای تو روشن بشه. خبرهای خوبی از سمت یک خانومی برات میبینم که ممکنه پیشنهاد کاری یا یک حالت پیشنهاد چیزی باشه که منتظرش بودی. خب
دوستان پاییزی، مهر، آبان، آذر، دوستان عزیزم نیت کن، لایک کن، بریم ببینیم که برای شما چه چیزی خواهد آمد. دوستان عزیزم، زمان فرا رسیده، زمان یکی شدن، ازدواج کردن، به هم رسیدن فرا رسیده. پل ازدواجی شما ساخته شده، زمانش فرا رسیده که حرفت رو به اونی که دوست داری بزنی یا خواستگاری کنی یا هر چیزی که در دلت هست بهش بزنی. عدالت برای تو برقرار میشه. اگه مسئله قانونی دادگاهی داری به نفع تو تموم میشه. اگه منتظر کسی هستی، خبری هستی، پولی هستی، این خبر، این پول در وعده 2 الی 5 به تو میرسه. زمان یعنی تیک تیک ساعت داره میرسه. این زمان خیلی زودتر از اونه که بهت میگم. یعنی ممکنه الان 3 ساعت دیگه این اتفاق بیفته، خبرهای خوبی برات میبینم، ممکن گوشیت زنگ بخوره، دخترت خواستگاری کنن، خودت خواستگاری کنن، ازدواج، به هم رسیدن به مراد دلت رو دارم میبینم. هر نیتی که در دلت داشتی، منتظر بودی، انتظار کشیدی، داره به تو وعده این رو میده که انتظار داره به سر میاد و به اون خواسته و به اون مراد دلت داری میرسی. الهی آمین، الهی آمین. اگه حتی کارما میخواستی از پروردگار، برای تو من میبینم که کارما رو به دست میاد، یعنی کارماش رو اون فرد میگیره و تو مطلع میشه. خب برای بچه های زمستونی نیت کنید عزیزای دلم. دی، بهمن، اسفند عزیز، نیت کن ببینیم که برای شما چه چیزی هست. دوستان عزیزم، دل شکسته و ناراحت و ناامیدی، یه مقداری ناامید شدی از زندگی، انگار تو مسائل احساسی دچار شکست شدی. یک فردی برات دعا گرفته، انشالله رو وعده 4 و 6 این چاقو میره به سمت خودش رو زخمی میکنه. برای تو مشخص میشه این فرد که نامه از کیس احساسی داری که تو رو خوشحال میکنه. رفتن به جشن عروسی یا عروس شدن رو برات میبینم، مجلس عروسی برات میبینم، پل ارتباطی داره ساخته میشه. یعنی قرار هست شما از این حالتی که هستید به یک حالتی دیگه تغییر کنی. یعنی اگه مجردی متأهل میشی یا اگه بیکاری میری سر کار، هر چیزی هست به قول معروف این پله داره ساخته شده و داری از روش رد میشی، داری از یک موضع زندگی به یک چه زندگی دیگه میرسی، یعنی تکمیل داره میشه زندگیت. به مراد دلت رسیدن، حتما اگه این ویدیو رو دیدی امشب یک شمع سفید یا قرمز برای خودت روشن کن. یکی از دوستان، یه عده از دوستان ممکن مطلع بشن که بهشون خیانت شده، حالا در هر زمینه‌ای، ولی نگران نباشید. طرف مقابل، کسی که این کارو کرده که شما زندگیتون از هم بپاشه، حتما دستش برای شما رو میشه. نامه ای رو برای شما میبینم، زنگ و تماسی رو برای شما میبینم که در دل، در قلب تو جشن به پا میکنه. نامه یا اون زنگی که منتظرش بودی به تو زده میشه، یا نامه یا زنگی که واقعا در قلب تو عروسی میکنی. میگه حالت آدم میگه تو دل طرف عروسیه، حالت اینجوری هستش. اگه دعایی کرسی چیزی داشتی، داره این دعا و کرس برطرف میشه، مسیر داره برات باز میشه. اگه قرار هست معامله ملکی یا جابجایی یا هر چیزی که داشته باشی، با ایمان خاطر، با آسایش، با ایمان به خدا، با توکل به پروردگار این کار رو انجام بده. برات خوشیوم هست، سعادت برات میبینم انشالله به امید خدا. یه تایمی دعوا و بحث و کشمکش داری ولی اینها گذرا هست.
و به هر حال ورود شخصی که باعث خوشحالیتم میشه میتونه یک نوزاد باشه، یک کسی که تازه متولد شده و برای تو کلا زندگیت از این رو به اون رو میشه، دگرگون شدن زندگیت رو میبینن. الهی آمین، الهی آمین. دوستان عزیزم لایک کنید، ساپورت کنید ویدیو رو. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.